بله محترم جماعت، برای میت در این تابوت خواب بوده حقتان را حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ حلال میکنید؟ پس نباشد من هم حلال کردم. حلال ده. من نمیکنم. حتی یک نمازی جنازه را خوانده نمیتوانی. این دامولا ساخته ساخته کن. این همون دیوانه است. تو چی اینقدر با استادم چسبیده ای؟ تو آدم را حتی با دوزخ هم میبری. حریف دیوانه. ای خدای توبه، این مرده زنده شده دیوانه میشده استی؟ اکا من رولتو کوب کنم؟ چی میگوی تو؟ چی خیلتو کوب؟ ای حریف، این خودش مرده است، بدنش گپ زده ایستاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. من دیوانه نیستم. من دامولای حقیقیم. من سیگم. من نبردم. ای فخرا که همه این خود دیوانه اخرشان را خوردن. پیش درا می رویم. گم شو از اینجا. مایلش من رفتم. گم شو. استاد جنازه این آدمی از نو زنده شده رو دویم باره خواندن ممکن است؟ همین که فرصت یافتی در حال سوال میدهی. جنازهش رو خوانده میشود یا نه؟ خوانده نمیشود. آدم آخر از نو زنده شد، نمرده بوده است. از همین سبب خوانده نمیشود. یعنی زامبی ها عذاب قبر رو نمیبینند؟ نه هجری، نه. حتی از نو زنده شده اومده باشی هم جای بازگشتی اومدن از قبرستان است. یعنی نمیبینند. خدا از شما راضی باشد استاد. خدا از تو هم راضی باشد. سلام باش. مبارک است. همه چیز رو میداند. ماشاءالله استادی جان. کارتاکیلوس گفتی؟ انا اون دوزی مشهور بود کو؟ او با خود یک زنی شریک داشت است. چی داشت است؟ او را جستجو دارند. یک اکشنی تیار نپرس. اون زن را یافتن مگر؟ نه هنوز نیافتند، اما یک ثبت کامرا بود است. حالا از قفای اون هستند. مگر یگان نشانه یافتند؟ نه حالا نیافتند. مایلش زورو جون، من میرم. خیر تو بازدید. مایلش جانم. خیر. حالا؟ سلام کارتاکیلوس، من سقراطم. از من چی میخوایی؟ کاری نیست که از عهده‌اش نبرایی. خاطر نشو. مکانم بیا انتظارت هستم. برادر با شما دیگر کار نمیکنم. تمام شد. میایی کارتاکیلوس، میایی. هر کسی که با سقراط خوبی میکنه البته که سقراط هم او رو بی نصیب نمیگذاره. تو رو در مکانم انتظار میشم. الله. برای کدام خوبی گپ زده شده است؟ برادر تو چی گفته است؟ که رو میبینم کنعان دیوانه. خوش آمدی. خوش باشید کمیسر. بخیر است. چی بود است اون گپی بسیار مهمه که به من گپ زدن میخواستی؟ در جستجوی عدالت هستم. در جستجوی عدالت؟ بله. چشمونم را سیراب کردی. حالا میگیریم. مگر به سر تو سنگفتید که عدالت رو در شعبه جستجو میکنی؟ بگو چی درد داری؟ کمیسر، کارتاکیلوس بیگناه است. یعنی چی خیر؟ همین که کارتاکیلوس مرا نپرد، برعکس حیاتم را نجات داد. خوش آمدی. مرحمت کردشین. با تو برای صحبت کردن نآمدم. چی میخوایی بگو. با تو هم کاری کردن میخواهم. از این پس دستی راستی من میشوی. مرا هیچ نشناخته ای. من با هیچ کس کار نمیکنم. آدم هیچ کس هم نمیشم. هر انسان در خودش حسیاتی دارد که او را فریب نمی کند. من به تو باور میکنم. امید یگانه من تویی. تو فکر داری که مرا مجبورن کار میفرمایی؟ کار با زوری هم حل می شود اما این اصولی ما نیست. تنها میخوام قرضتون رو به من برگردانید.
من از تو هیچ قرضدار نیستم. انسان اگر به درد گرفتار شود البته از پی دارو و درمانش می شود. تو بوده گوش کن کلتکل است. اگر به تو گفتم که امیدی من تویی پس تویی. من از خودم به تو زیادتر باوری دارم. نباشد این خانومی زیبا را حالا به محبس روان می کردم. کنی یک به من نگاه کن. تو از قفای چی کار هستی کنعان دیوانه؟ یا مگر کلتکیلت رو پیش از من یافته و از من پینانش داری؟ کنی گپ زن؟ نه کمیسر، اگر دروغ گویم بی‌شرف باشم. با خدا که کلتکیلس بیگناه است. پیامانه تو تا دیر و دورا کشتن میخواستی؟ کنی بگو چی گپ شد؟ تمام خاطره هایم پورا برقرار شد کمیسر. بیهوده من او را عذاب دادم. کلتکیلس بیگناه است، بیگناه. چی خیل بگناه؟ چی خیل؟ اگر گپی تو راست باشد هم او دزد است. حتی دزدی بسیار خطرناک. او روز گذشته آثارخانه ملی را دزدی کرد. ماشین دزدید به شوبه در آمد. از همین سبب به من نگو که کلتکیلس بیگناه است. نگو این طور نگو. مایلش در مقابل این سبب چی میخواهی؟ یک کتابی دست نویس. کتاب؟ بله، کتابی 500 ساله. همه این معلومات ها در اینجا هست. جای کتاب عمیق و دقیق نوشته شده است. کتاب رو آورده ثبت رو میگیرم. البته با تنها قرضمون رو گرفتن میخواهیم. کتاب رو بیار، ثبت از آنی توست. البته چخیل باور دارم. چخیل همیشوم که نسخه دیگری ثبت در دست تو نمیشوم. تو سقراط را شناختی در این خیل کارهای خوب خیانت نکردنش رو خوب میفهمی. لابای زورو کلتکیلس بخشش سیاه در کجایی؟ چه کار داری؟ با میخوریم؟ مایلش چرا آوازی توی این خیل است؟ یگان گپ شد؟ یگون چیزی مهم نیست، بعد میفهمونم. خوب مایلش خوب. کمیسر، شما چیزی گوید گفتن گیرید. اما من بیاناتم را عوض کردن میخوام. من با شما گفتم که کلتکیلس بیگناه است. خوب مایلش بیاناتت را عوض بکن. اما فراموش نکن از تو نتیجه تشخیص طبی درباره برقرار شدن حافظت را گرفتنمان در کار است. آقای کنعان این را دانسته باش. اینش از کجا برآمده؟ بیانات من مگر بسنده نیست کمیسر؟ این تشخیص و نتیجه آن تا کی لازم است؟ از کجا دانم که تو یگان حیله کاری نکرده ای؟ آخر شما این را از کجا برآوردید؟ این خیل نکنید. من با شما گفته ایستادم که او بیگناه است. خوب مایلش کنی بیاناتت را عوض بکن. رفته نزد پلیس نوبتدار بیاناتت را سپار. با این واسطه عوض بکن. رفت مایلش کمیسر، مایلش. او بیگناه است، بیگناه. البته او مرا نپران. کلتکیلس از پس چی کاری باشد؟ از پس چی باشد؟ وای بیشرف تو باز چه حیله کرده ایستاده ای؟ خاطر کنعان برقرار شده است. در آخر به یاد آورده است که من او را نپراندم. ای خبری خوش است که آخر چرا پریشان خاطر هستی؟ آخر اکنون به بیتل همش را گفته میتوانی؟ من این را گفته نمیتونم. اما چرا؟ بیتل من را همچون دنبازی ها میداند. یک دزدی خطرناک بودنم را نمیداند. این را نباید فرماید. خوب همه این در گذشته بود. آخر بعضا گذشته از گردن انسان دور نمیشود. مایلش در کی بودن ثبت های کامیرا را یافتم. چی؟
17 سالی عمرم در بین 4 دیوار پوسیده رفت. با اون دیواری خون، با اون دری آهنین، با اون پنجره از روی آتش انتقامی در داخلم بوده طاقت کردم. نفرتی نسبتی تو داشتم، مرا به پای داشت. وقتی آتش انتقامی تو را گرفتن رسید. چی را میخواهد که دزدی؟ ندانستند خوب از زهرا اهمیت نداره. اگر خواستش پول باشد. با پول علاقه نداره. نه نمیروی. خفه نشو و به این اجازه داده نمیتوانم. زهرا من نمیخواهم که پلیس تو رو دستگیر کنه. کلتکیل است گفتم که نمیروی. من باشم این رو نمیخواهم، چون کان اون همه چیز رو به یاد آورده است. زهرا تو چی گفتنت رو میدانی؟ اگر این رو نکنم با حبس میدروی. ای آخر شاید با یگان جزای کم خلاص شوی. از روی این حادثه جزای دوچند می شود، چون کان اون همه چیز رو به یاد آورده است. نمیروی. و این مجبورم. دیگر چاره نداره. امکان هست. چی خیر؟ این ازدواج ساخته رو به آخر میرسونیم. چی؟ یک ماه رو انتظار نشده این ازدواج ساخته رو به آخر میرسونیم. معلوم که این آدم از برای من تو رو تهدید کرده شده است. کازر در دستش بوده رو اگر گیریم به تو هیچ کار کردن نمیتوانیم. خیر بابا باید چی میگی؟ دیگر مردم چی میگویند؟ اینها رو یک طرف گذار فکر نکن. این رو بیار. این بسیار فداکاری بزرگ است. این رو قبول کرده نمیتوانم. چیزی شود شده نگیره. زهرا لطفاً از برای من شده وضعیت رو باز هم مشکل‌تر نکن. من با کاری که تو رو با خطر میگذارد راضی نمیشوم. این کار را از اول میدانستم. از اول نباید تو رو به این کار همراه میکردم، اما نشد. تو به این مسئول نیستی کو. من به تو تکلیف ازدواج ساخته برپا کردن رو کردم. مایل شد تو با دنبال زیاد تخریب کرده بودی. کلتا کلاس بودن ما رو نمیدانستی. این کار رو من باید حل کنم. کلتا کلاس؟ من چرا اینقدر برای تو مهم هستم؟ چون که من زهرا، چون که من به تو عاشق هستم. تو رو دیوانه‌وار دوست می‌دارم. چون که تو در حقیقت تو برای من بسیار عزیز هستی. شوکت نبای برادر مسئله اپای جمیله رو حل کردم. در کار رو با اینجا دعوت کردم. از دادنم لازم. چی شد؟ یگان حادثه شد رنگ روی پرید از بینشین؟ نباید برادر، سرمان در بالاست. چی بلا شد برادر؟ بالای سخرات این حریف رو از کجا به سرم برآوردی نمیدانم. برادر بلا نمیپرسد که کی بیام کی نیام. خیر مایلش برادر. چی شد؟ چی میگوید؟ چی میخواد؟ اهمیت نده، بعد میفهمونم. مسئله اپای جمیله رو حل کردنمون در کار. میگویند نامش رو گیر و موی سرش رو کش. آمد خفش نکن. شنیدم. مسئله مرا چه خیلی حل میکنی ها؟ اپا این که نگو. صدقه تو شوان بشین گپ زنیم. گوش کن اپا. ما از تو بسیار قرضدار هستیم. این رو میدونم. لیکن در اینجا موندن نمیتوانم. آخر برای چی؟ اپا همه ما رو در اینجا همچون دوملا میدونن. فهمیدی؟ آخر دوملای ساخته بودنم رو نفهمن گوته بازور حیات بسر برده ایستادم. باز حالا باشد تو آمدی، یعنی علاوه بر این با اپای ساخته در اینجا حیات بسر برده نمیتوانم. چیزی که در اصل تو نمیدونی یک مسئله مهم دیگر است. چی بود است؟ خواهرم برو یافتم اپا. یا خدایا، از راستی میگویی خدایا شکری تو را میکنم. هزاران بار شکرهای نوشتان مگر این را نو به من میگویی. چرا پیشتر نگفتی؟ من از پرسیدن این میترسیدم. تو باشه این را نو به من میگویی. اپا جان آرام شد. چه خیلی نکنم ها. تو جون خواهرم گفتم عشقای چشمانت را میریزوندی. من باشم عشقای چشمانت را در درونم میریزوندم. آی احوالم بد شد. از راستی بیتون رو یافتی؟ یافتم. دروغ نمیگویی ها؟ شفقت این راست گفته ایستاده است. خیلی شدی دروغگویی را بس کرد. خدایا با تو هزار بار شکر میگویم. بیا تو را با خوش گیرم. اپا جان. بسیار خودسرد شدم. اپا جان
آن از همین سبب تو در اینجا مونده نمیتوانی. بیتول ما رو همچون دنبوزی ها میدوند. تو باشی حالا تو رو همچون اپا هم با چخیل فهمونم. تو رو بینه چی میگوید؟ برای فریب کردنی اویله آقای اکرم درو گفته ایستادم گویم اگر مایلاش من میروم اپا جون رحمتی کلم اما وعده میدیم با تو یک جایی ایست میو. امروز بله اما با این طرز دایم از تو یگان چیز میخواهد. هر دفعه باشد تو رو به هر کار وادار میکند. نروی تیموز چون تو برای من خیلی خواطر میشوی. تو فکر میکنی که من خودم رو فکر نمیکنم؟ من به این راضی نیستم. از برای من شده خودت رو به دهان آتش نپرتو. زهرا تو باید ما رو فهمی. لطفاً تو ما رو بفهم. به این راضی شده نمیتوانم. خانم مجبور هستم. خوب مادامی که مجبور هستی پس من هم با تو میروم. چی؟ با تو میروم گفتم. مادام دیگر چاره نیست در این کار یک جای هستیم. چون با تو نگران میدونی پیش نظرم چی میروی؟ چی؟ چرا تبسم میکنی؟ گوش کنید خانم زهرا این کار شما بسیار رفتاری خوب است و اما این رو کردن نمیتوانم. شما رو این طور گذاشتن نمیتوانم. اما خودت رو پرتافته ایستاده. مادامی که این مشکلی هر دویمان است پس هر دویمان باید پس سر کنیم. گوش کنید خانم زهرا اگر در حقیقت به من کمک کردنی خواهید گفتم رو کنید. لطفاً در اینجا مونید. به این کار همراه نشوید. لطفاً با احتیاط باش. اگر با تو چیزی شود خودم رو بخشیده نمیتونم. خواطر نشوید. یگان چیز نمیشه. نیکاته که رسی ما با هم شریک هستیم. تو رو تنها نمیگذارم. رکس بیا رکس با اینجا بیا رکس خدایا توبه صبر لیستو حاضر کالتاکیریس از اینجا چی خیلی میبره خبردارش کنم.
رفتم امان برگاه رفتیم بیا بای من نکرده خلاص شدیم هیچ که از کم نیست سگ هم نیست در کجا بود که؟ در اونجا بیا با طرف دروازه رویم زهرا دویدیم در اینجا مان کن من دوامشو با تاکسی روم خوبتر میشه من این امانت رو دادم میآیم میلشو اما با احتیاط باش ای واه چی شد؟ کامیره ها باز محو شدم خنده آور بدای زهرو کامیره ها رو خاموش نمیکردیم و اینجا در آمده نمیتوانستیم انتظاری مانند دیواری است که با سنگ صبر ریخته شده است. برای با آن نائل گردیدن باید آن دیوار را پس سر بکنی. آن چی قدر کلان باشد با آن نائل شدن هم همان قدر زیبا و پرارزش می شود. این کتابی دستنویس را چنان بی صبرانه انتظار بودم که دیواری که با سنگ صبر ریخته بودمش آسمان را شکافته به فضا رسید. با خدا که من نه سنگ نه دیوار رو نمیخوام امانتتون رو آوردم من هم امانتم رو میخوام تمامی ثبت ها تازه کرده شده. مرحمت کلتکیلاس ثبت در اینجاست. تا با خوری آینده این خیلی چیز نمیشه سکر دیگر با نمیکنم اکا کی بودن زن رو فهمیدم کی بوده است؟ اکا زنش بوده است یعنی زنش بوده است نه؟ ای آقای کلتکیلاس با تو حالا بسیار وام میخوری. کجا شدی کلتکیلاس مگر سطر رو نگرفت چی؟ مگر به سرش یکم حدیث اومد؟ خانم زهرا شما حالا هم خوب نیستیم؟ کجا شدی؟ بسیار خبوتر شدم ثبت رو آوردم یعنی خلاص شدی؟ بله یکی در دستی او یکون نسخش باشد؟ نه فکر نمیکنم چه خیلی امین بوده میتوانیم که یعنی آخر رو به شخص دروغگو مانندی ندارد از همین سبب کارش رو تمام کردم او باشد به عوضش این رو با من داد انیقه یعنی؟ بله بسیار سپاس گذارم حیاتی مرا نجات دادی نباشد من به حبس می افتادم من با شما نگفته بودم که این خیلی چیز نمی شود تو قهرمانی من هستی کلتکیلاس خدایا توبه مگر قهرمان شما زاغ سیاه نبود مانند قهرمان شما زاغ سیاه نشوم هم مرا گوش کن دیگر نامی او را به زبان نگیر بخشش باید نام او را به زبان نمیگرفتم عذر میخواهم خیر میلش به من اجازت من روم اکنم
به کجا؟ نزد شوکت برای خوب کنیم. در اینجا مده نمیتوانی؟ نه من شما رو ناراحت نکنم. مگر این خیلی میشود نرو لطفا. روم در یک حجره با یک دوست نماند یعنی شوق خوش. زاغی سیاه در کجایی؟ برای اومدن تشکر زیاد. در اصل باید نمی اومدم و بابایم وعده داده بودم، اما چون دعوت کردی اومدم. خاطر نشد در اینجا بودنت رو هیچ کس نمیداند. بیا. آخرین دیدار بینیم است. نه. این شب آخرین شبمان است. نه. این خیلی شدنش لازم است. این خیلیش خوبتر است. تو را دیگر من نمیبینم. برای نکن بگذاریم شب ما شود. در باره جدایی گپ نزنیم زهرا. من تو را دوست داشتم. حتی بسیار دوست داشتم. پس نقابت را کشا رویت رو ببینم. نه همین خیلی در خاطرت بگذار مانم. بشیم و به نام یک حکایت بود میبی. بسیار حکایت خوب بود. بیا اولین و آخرین رقصمون رو بکنیم. Yazık ne mazi yazık anlatmaya yoruldum. Sen benden vazgeçince ben o günde vuruldum. Yazık günah ben oysa kardelen gibi acıyla Alvida Alvida işkam. Seni severdim. Allah lütfen. Seni severdim. Hem uyanık hem uykumda. Seni severdim ve sana rağmen yine severdim. Daracım ip boynumda. Sen aşkı anlamaz bilmez, gün yansa ağlamaz sakin. Ben akmayan gözyaşımdan seni severdim. Sen hisli korkak savaşçı, aşkı kime satmış hain. Ben
جدا شدن نمیتوانم. تو را بسیار دوست می‌دارم. تو شده نمیتوانی. نه زوغسی نه زوغسی کلتکی نیست. نه نمیشود. شده نمیتواند. نه نه چه شد؟ خوب هستی؟ خوبم. من خوب هستم. وقتی آخر همه چیز بالا به بالا اومده ایستاده باشد من خوبم. راستی خوبم. شما چه خیلی هستید؟ خوبم. تو را چون این خیلی تبسم کنم بینم البته که باز هم خوبتر میشه. تشکر زیاد. خوب من به مسجد میرم. خیر تا بازدید. من تو را برم؟ نه من کمتر راه گردم فایده داره. من هم راه میروم. خیر لابای به تو براری کار و موفقیت. رحمت. کارتکی واس دومولو گفتنی بودم. برای همه کارت تشکر. هیچ گرد نیست. استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. چه شد؟ چون در کنج اطراف پنهان شده معلوم که سوال داری. پرس. عیناً همین خیلی از کجا فهمیده؟ من میفهمم. من دوملو هستم. بپرس. استاد سیاحت استرونومی جایز است؟ چی؟ استاد همین خیلی چیز بوده است. انسان ها هنگام خواب روحشان از بدنشان برآمده به جای میخواستشان رفته میتوانستند استاد. بعد از سیاحت کردن باز به بدنشان برمیگشتند. سیاحت استرونومی میگفتند. این رو جایز است یا نه؟ یا توبه هجری روحت رو از بدنت چون جدا کردی چی بدش میاری؟ مگر اون رو به مغازه به نانخری روان میکنی؟ چی دانم آخر مگر دوری عالم کردنی هستی؟ نه استاد یک طرفی وطن رفته چرخ زده می اومدیم. پسرم به وطن چرا روحت رو تنها روان میکنی؟ بدنت رو هم روان میکن تو یک جای روان. یا خدای توبه. استاد رو هم یک چند ساعته وطنمون رو تماشا کرده میآیم. ای بیامان هجری با استرونوم سرت رو مونده نکن. مگر رو از بدن جدا میشود پسرم؟ جدا نمیشود استاد. جدا نمیشود هجری. هنگام جدا شدنش آخر وفات میکنی. چون وفات کرده دیگر راهی برگشت نیست. یعنی استاد این کار انیق جایز نیست؟ چون که من این رو در اینجا می نویسم استاد. نویس هجری نویس. جایز نیست. تصدیق میکنم. جایز نیست. خدا از شما راضی باشد استاد. خدا از تو هم راضی باشد هجری. خیر روزهای خوش. تشکر زیاد استاد. ماشاءالله مثل کتاب انسیکلوپدیا است. همه چیز رو میداند. خدا شما رو از سرمان دور نسازد. آقای سمی من پریشان بودم. در اصل شما مرا ببخشید چون بیخبر آمدم. استغفرالله. بخیر است؟ بخیر.
اینها برای شمایند. گرچند به خیر است گفته در بینمون کمتر نافهمی ها شد. این به شما گیرید. تشکری زیاد. بسیار زیبایند. اینها گل‌های از همه دوست داشتم هستند. از راستی من هنگامی از نزد دوکان گل فروشی میگذاشتم در مورد چون اینها رو دیدم شما به یادم اومدید. گفتم که از اونی که در اونجا میستند به خانم بیتو بیارم در نزد او ایستند. او خوشبوی است. بله. کمتر از اون با من. البته. مرحبا. خوب هستی؟ بله من خوبم. خانم بیتو من اونقدر خوب نیستم. تمام. بیایید به اینجا بذارید من فشاری شما سنجم. مالش میشه. آخ خدا رو چرا تمام آرام شوید دستتون رو کشید. ممکنه فشارتون پس شده باشد. کمک کنم. در اصل در وقتهای اخیر چی میشود من نمیدونم. در هیجان میفتم تعبم میکنم. بعضا وقت بسیار غمگین میشم، بعضا باشه بسیار خرسند میشم، خود به خود میخندم. اما دوئیم هنگام دیدن شما میشه. فشارتون 128 داد. خوب است یعنی. بله. تموم داشتم. خانم بیتون. بله. من در اصل به اینجا برای با شما گپ زدن آمدم. در برای چی گپ زدنی میده؟ در اینجا نمیشود. امشب وقت دارید؟ چرا؟ برای گپ زدن. آقای سمی. خواهش میکنم گوش کنید. تنها گپ زدن میخوام. 1 ساعت. تنها 1 ساعت بتون رو جدا کنید. نمیشه. مایلش. باور کنید که 1 ساعت زیاد نیست. مایلش گفتید؟ مایلشو. اما امشب نمیشود. پگاه شب. اما تنها 1 ساعت. دیگر مونده نمیتونم. 1 ساعت. تنها 1 ساعت. آخر امشب گفتم مگر من هم امشب بیکار نبودم. پگاه شب. پس پگاه شب و میخوریم. پس من میروم. تیار شوم. یعنی تیار شوم. انتظار شوم. گفتم من کستیم رو میگم. خوب مونید. البته که این رو در اینجا میگذارم. خوب مونید. تا بازدید. زورو جان من یک تاکسی رو فرموده خودم میرفتم. نمیشود اپا جان مگر من تو رو تنها میگذارم و تو هم به من هم هوای تازه پیدا برست. خوب نباشد رفتیم. الو زورا چخیلی؟ خوبم جانم. اپم رو به خونش برده ایستادم. خوب. این دیوانه چیکار کرده ایستاده است؟ چی شده ایستاده است؟ یک ماشین پیشی راهی ما رو گرفته ایستاده است. زورا ماشین رو به طرف روزگیر گذارد. دیوانه شده است چی؟ راه میدی هم نمیگذارد. زیو یک ماشین مرا از قفایم پای برده ایستاده است. چی گپ است آنجا؟ در کجایی کنی بگو؟ به خونه اپم بسیار نزدیک است.
چی؟ احمق میفهم. برادر با مرکز بیرون. مایلا شکا. سراسیمه هستم. کمتر تیز سرون. مایلا شکا میرونم. من با اون زن میزنم. اپا جو لازم نیست. یاسنه اونالم رو ناراحت نکن. چرا لازم نیست؟ نمیبینی دیوانه است. باز به سرمون یگون بالون نباید. هر دویمون حامله دار هستیم. خدا نشان بده. جونم در کجایی؟ در شوبه هستم جانم. من به تو یک چیز میگویم فقط واهمانه. چی شد مگر در بیمارخانه ای؟ نه خوبم. زهرا ما رو به خانه برده استاده است. در ماشین هستیم و از پس ما یک دیوانه است. راه ما رو بند کرده استاده است. گویا که ما رو پیگیری دارند. چیکار کنیم؟ پیگیری میکند؟ در کجای؟ حاضر به چهارراه نزد خانه امان بوده میرسیم. تمام حیاتم حالا من میآیم. در حال میآیم. ایوه کالتکی از هم میگوید. یکی از نای اونالم او رو بینه. یگون کار کردن در کار. الو زیا جان. یزنه اونالم هم آمده استاده است. خواطر نشوی گفته زنگ زدم. میبوسم جانم. من هم نزدیک شدم. مالش جانم. اپا جانم نبیر ماشین گذشته رفته استاده است. به از هم گوی نآید. مگر میشود که اونال نآید. او تا ما را نبیند آرام نمیشود. اپا جانه. چی شده؟ این رو چیکار میکنی؟ نکن بیت از جهت اینجا بیا. چیکار میکنی؟ سر بیاد مرا. چرا من کردی؟ اکا ما رو با بلو گرفتار نکنی. بلایت رو یک طرف گذار در اصل. اگر اون ماشین رو گم کنی بعد میبینی. زود بیرون. مایلا شکا. به دقت همه گروه ها من کمیسر اونال. وضعیت تاجیلی است. عاجلا گروه لازم است. تکرار میکنم وضعیت تاجیلی است. گروه لازم است. کجا شدند؟ این خطر زود نباید گم شوند. کنی در این روز کرد؟ اکا رو یک طرف گذار. زود بگرد. مایلا شکا. خدایا التجا میکنم با او و کودکم هیچ چیز نشود. آنها رو محافظت کن. نیست در اینجایی. مایلا شکا. مرحمت. گیر برادر گیر. رحمت. سلامت باش. توقع بکن عزیزم. توقع بکن. آماده ایستادم.
наломад حالا به شما روزتان را نشان میدهد میبینید. حالا میبینی که ما را دزدیدن چی معنا دارد؟ دمتراگیر تو رفت اونجا رو بین. بسیار ترسیدم. یا خدای خاموش. گوش کنید، این اطراف را خوب از نظر گذرانید. فهمیدید؟ خوب جستجو کنید، زیر هر تن را ندارد کنید. خیلی زود روید. تو سردار از انباری نزدیکی صدای سلاح برآمده است. انبار؟ با ماشین سوار شوید، با اونجا میرویم. زود باشید. تو ایستر اینجا. محمود در کجایی؟ چی؟ در را کشا پلیس. اونا ما در اینجاییم. اونا علی پایم رو کشو زودتر دست و پایم رو تیزتر کشای تو باسی جون دست کنم عزیزم زهرا خوب هستی؟ خوبم شکر زیاد بیاید از اینجا برای رفتیم ترسیدم که برای چیزی نشد خوب هستم اما کم تاکید شد میام سوکر تمام طاقت کم از این خوب هستی بیشتر خوب هستی جانی من Tequila, sudaste.